تسدیدگری در حقیقت بیاد بیسته نقش تسهیلگری پیدا کنه، نقش هماهنگ کننده پیدا بکنه، بتونه در حقیقت تولیگری کنه نه تصدیگری، ولو اینکه امورات تصدیگری بعضی وقتا از جهت وزنی و حجمی بسیار بزرگن، بزرگی اونا مهم نیستن. دولت از کار تولیگری نباید خارج بشه و به سمت تصدیگری سوق پیدا کنه. نگاه کنید لحن ریاکارانه عرض میکنم در این چند سالی که از رحلت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه گذشته، مقام معظم رهبری هر سال در 14 خرداد در مراسم سالگرد به پاسداشت یاد امام بزرگوارمون، این مردی که جز برای خدا کلامی نگفت و جز در راه خدا گامی برنداشت،